پایان و بینندگان شبکه یوتیوب شما را با این روزی سعید جامع تبریک و تهنیت میگم و خواهان آن هستم که دائم سربلند و آبرومند باشید. امروز ما یک نوار میکنیم درباره درخچک‌های پاولونیا. درباره درخچک‌های پاولونیا یک نوار میکنیم که همه پاولونیا رو آوردیم و شنوندیم. در یک مدت قاق شدن، بگیم که قاق شدن، غلطیدن، که پژمرده شدن، غلطیدن، مردن همیو. با چقدر که من مهر و محبت داشتم نسبت این درخچک‌ها، من چقدر مهر و محبت داشتم، همه اینا رو ما گرفته با لبهشون من خیلی پایرم زدم، چوبک، یک چوبک چک‌های زدم که من چوبک‌های زدم که تا که اینا قامتشون راست شوند. من همینو الحمدلله خدای شکر نامش ایرا خداوند با ما برگردونده داد. من نگاه که چقدر سبز و خرمم، کمتر نه که مهنت کردم در کار. من ایرم چه چابک کردیم، ولی دورو ندادیم، چابک کردیم، پارو دادیم. خدا خواهد ان شاء الله بلند شده. نگاه که قریب 30 سانتی متر شده، ولی پیشروش قریب نیم متره. من این پاولونی ها رو ما ای طرفی ازبکستان، ای ازبکستانی برادرو میبیارن، در این کاسیتاکو میبیارن، هم میفروشن. حاضر بسیار جاده همین پاولونی ها را شنونده هستند. نگاه بین دارن. پاولونیا نسبت به درخت بید، نسبت به درخت تیرک و سفیدار و عرعر یا افزایشش خوبه. جوانان محترم، من از شما خواهش دارم که در همون اینترنت ها بدروین پاولونیا بزنید، درباره پاولونیا معلومات ها بگیرین. منم شاگردم، منم نو آوردم، شنوندم و نوار میکنم. منم چخیل شنوندم، چخیل پژمرده شدن، چخیل با سال با اینا کلان شده هستن. من هر سال ماه هفتهش من نوار کردم به شما پیشنهاد میکنم. من خودم شاگردم، خودم نوی کارو تشکیل کردم. برادران قندی من، شما شبکه‌های اینترنتی دا بدروین چیزای فایده آورش تماشا کنید. چیزای فایده آورش که به شما یک فایده میتید. من پاولونیا رو من شما دا توصیه میتونم که گرفته شنونین. ای درخت بید، ای درخت سفیدار، ای درخت عرعر، پاولونیا چیزی خوبه. پاولونیا چی؟ یعنی چی وای دارد؟ مثال چی خوبی داره؟ خوبی همی که در همین معلومات در معلومات نامش گفته شده است که هر یک 6 سال 7 سال پس ایره میبری قریب یک کوب تخته میته. تخته رو نمیدونید، تخته برای چردک ساز میکردن، برای اپالتکا ساز میکردن، برای ماتریال های مناسب ساختمانی، برای بسیاری چیز درخت خوبه. ایره گرفتن در کو بدون شبکه‌های چیده اینترنتی در پاولونی بزنه میبره. خودی من شخصا من صاحب کار هستم، زمیندار هستم، صاحب کار هستم. من شوق و رغبتی بسیار دارم نسبت به زمین، نسبت به درخت، نسبت به کبودزار کنی. من همین درختایی که حاضر میبینید، من همین درختای کالیفرنیایی، من دیدین درختای کالیفرنیایی که من اینها رو قریب یک 10 سال پیش ای ریگر آوردم. من میرزا ترسوزاده هست که شهر ترسوزاده ای ریگر آوردم اینجا. من شنوندم یا 10 سال پیش، خدا اکد و یگم صحو نکنم، یا 9 سال پیش یا 10 سال پیش یا 11 سال پیش، همین خیلی بین همیده من آوردم اینا رو شنوندم. حاضر میبینیم من اگر مهر و محبت نسبت به درخت نمیداشتم، من اینا رو میآوردم میشنوندم. من تماشا کنید، حاضر پاولونی آوردم شنوندم که بهتر است، بهتر اینو شود. چون یک چیزی خوب ما بگیریم، معلومات بگیریم برای برادرها. حاضر ما همین درختی شنوندگی که من 10 سال پیش مثال من شنونده بودم، دستی خودم قطعی، من شما رو حاضر یک چی نشان میتونم، که سال من همین درخت حاضر ما یک چین میکنیم. حاضر چین میکنیم. من نگاه که من کلوچ من خیلی میرسه چین میکنیم. با شما من میفهمونم که همین درخت چقدر افزایش یافته. من اینجا میتونم من نگاه که افزایش این من قسم پایانش من 50 که باشه. من نگاه که 50 من نگاه که 50 من اومد 40 من اومد 30 من اومد 1 متر 50 سانتی متر پایان همین درخت 1 متر 50 سانتی متر. برادران قند من، برای که یک درخت 1 متر 50 سانتی متر پایان درخت، البته 1 متر 50 کلاچم هیچ الی میرسه. اگر همین درخت درازش 6 متر باشد، 6 متر
6 متر باشد اگر نیمی باریکی و کروگش اگر 42 43 سانتی متر باشه من شما را گارانتی میتونم یک کوب تخته میتیا 6 متر اون طرفش 40 سانتی 50 اونش 40 باشه 42 باشه یک کوب تخته میتیا حالا که درخت ما یا نشونشته این درخت ما ممکن ای 15 مترش همه جای تخته میدادگی شد برادران قندی من با بیت مهنت میکنه شما نگفتین نه خیال نکنین که این پاولونی رو آورده کیرما کالیفرنیا رو آورده مردم در سایت شده و کرده با بیت من درختی ناونیحال نه درختی که با دستای خودم شنوندگی هر یک کارده حجت و دلیل در کار با این گپی زیادی نمیشوه حجت و دلیل قطعی گپ زدن در کار درختای با بیت من اینجا ده خواهین هر یک کدومش من سانتی متر کده شما نشون میتونم پاولونی آوردم ولی شنونده که چقدر تعریف میکنه هر چی گفتنی هستم در روز سعید جمعه خداونده تمام مهاجرای مهنتی رو تمام غریبی رو که در غریبی اند در مهاجرت مهنتی را غریبی را مهاجرت مهنتی را با و آسان بگردانی تنشون صحت کنی مغزشون سالم کنی خوشیای زنده نصیب روزیش کنی بعد از انجام کار بعد از انجام مهاجرت مهنتی بعد از انجام غریبی با تنی ساعت و مغزی سالم و فیض و برکت دستی پور با پیش اهل بیتون برگشتن نصیب روزیتون بگردی با مراد و مقصد و آرزویی که دارن برسین الله اکبر ما برای آبادی تاجیکستان برای سرزمین خودمون رو گل شکوفان کردن جان خودمون نثار میکنیم برادران قند من وطن دوست شدن در کار برادران قند من باز هم خدا حافظ